سید مرتضی آوینی رو من سال 59 با حقیقت دیدم و سال 71 با روایت فتح شناختم. مدت زیادی بود که برادرها از جای مختلف می آمدن که راجع به جنگ، راجع به مظلومیت‌های بچه‌های جنگ برنامه تهیه کنند. بعد از رحلت امام دیگه صحبت نکردن، هر کسی می اومد، برادرهایی که بودن و اومدن خودشون شاهد این مدعا هستن. صحبتی نداشتم، حرفی نداشتم، نمیتونستم صحبتی بکنم، برای اینکه یه وضعیتی بود که فکر میکردیم که قضیه داره لوس میشه، قضیه داره طوری دیگه وانمود میشه، اون حقیقت موضوع عنوان نمیشه. منتها روزی که سید مرتضی در خونم رو به روش باز کردم، گفت سید وقتی دیدنش مثل این که ما قرنها همدیگه رو میشناختیم، وقتی چشمان توی چشماش افتاد، نگاهم به نگاهش افتاد، چیز دیگه رو دیدم که تا موقع توی این بچه‌هایی که می اومدن برای این چیزا من ندیده بودم. و توی اون لحظه من دیگه موندم، یعنی زبونم دیگه نچرخید بگم آقا سید من نیستم. و اتفاقا خود ایشون با یه حالت مخصوص خودش و اون لبخند همیشگیش رو کرد با ما و گفت سید بچه‌ها گفتن که تو اصلا صحبت نمی کنی. گفتم که درست گفتم، اما این بار من روبرون پسر عمومو دارم میبینم. نه سید بفرما تو. سلام. بابا هست؟ آره؟ خب بگو بیاد دیگه. سلام علیکم. حال شما خوبه؟ 3 ساله نیست؟ چرا بفرمایید. شما درد نکنه. خیلی ممنون، قرار بود با هم بریم. حال شما خوبه؟ سید سلام علیکم. حال شما خوبه؟ علیکم السلام. بفرمایید. و خدای شما شاهده که من شهادت رو توی چهره سید می‌بینم و چهره سید رو من که دیدم متوجه شدم که این سید موندنی نیست. بهترین و زیباترین نگاه برای من توی این چندین سال که در فراق یارانمون، در فراق امامون اون دل می‌خوردیم، نگاه سید بود. سید به ما امید داد. سید کار خودش رو کرد و ما بدبختا و بیچاره هستیم که باید ادامه بدیم. وقتی سید اومد گفت مجید کوش، مجید جانم کوش. مجید صدا کردیم اومد دست سید بوسید. عمو جون بیا ببینم. او دخمر دست سید بوسید. گفت مجید جان شعر داری بچه ها بخون، یه غزل بخون برای بچه ها. تو اسمت چی عمو؟ بچه ها این مجیده. مجید شروع کرد به خوندن این غزل. الا یا ایها الساقی قدر کأسا و نابلها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، به بوی نافه‌ای که آخر سبازان طره بگشاید، به تاب جعد مشکینش چه خون افتاده در دلها. مرا در منزل جانان چمن عشق چون هر دم جرس فریاد برمی دارد که بربندید محملها. شب تاریک دین موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبب باران سائلها. تا بیت آخرش که میگه حضوری گر همی خواهی از او غائب مشو. من اینجا میگم سید متا ما تلق من تحوا در دنیا و احکام